أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسله درسای حقیقت روافض ادامه داره و درس قبلی ما شما بالای موضوعات میچرخید که یعنی بیان شده بود. اول نقش ابن سبا یهود در ایجاد روافض و قسمت دوم بود که مشابهت های روافض با یهودان که مثلا رو بیان کردیم. درس امروزی ما شما به عنوان ذیل دنبال میشه که مکر و کید ابن سبا در ایجاد روافض، یعنی از کدام مکر و کید، و دوم نشر و ذهنشین کردن رفض بین روافض و با جا گذاشتن شیعیزم مانند یک اصل برای روافض. یعنی درس ما شما شروع میشه از این که ابن سبا یهود با کدام شکل و کدام طریقه آمده و در بین مسلمان ها تیارای دشمن بالای سر ماست و اذن الله متعال تحت تیارات دشمن و همگامای روافض داریم حقیقتشان بیان میکنیم. بعض کسایی که به این رای هستند که گویا ما از هوای نفس خود یا از خواهشات خوب خود یا در زیر ایسی ششته و یا در اتاقای گرم ششتگی بیان میکنیم، یک شکل نیست. حقیقتا را از آدرس بیان میکنیم که تیارات امریکا و جیتاش همش بالای سر ماست و هر ثانیه امکان بمباردمان بالای مجاهدین است. پس مسئله ای بود که چطور ابن سبا یهود با مکر کیدایی که جور کرده بود آمده و در بین مسلمانان نفوذ کرد و بعد از او مسئله رفض به وجود آورد و بعد نشر و انتشار و بعد از نشر انتشار یک مسئله را به نام شیعیزم که اصول روافض است به جا گذاشته و تا به امروز عین اصل ادامه داره. در درس‌های بعدی ما شما این را تفصیلی بیان کردیم که ابن سبا یهود در نقش قدم بزرگانشان که یهودای پیش از او مثل پاول بوده و پاول تانسته بود که به عین مکری که ابن سبا یهود میخواسته که روافض به وجود بیاره و در بین دین اسلام تحریفات و تعویلات خود به وجود بیاره و فساد ایجاد کنه، عین شکل پاول انجام داده بود. پاول توانست که با مکر کیدی که داشت داخل دین نصرانیت شود و از دین نصرانیت یک نسخه تحریف شده شده به وجود بیاره و در دین فساد ایجاد کنه و در بین نصرانیان و نصاراها و عیسویای امروز اصول را به جا بگذاره که قطعا در دین سماویشان نبوده. اصولی که پاول به شکل مکر کید داخل نصرانیت شد و نصرانیت تحریف کرد و از نصرانیت یک دین سو تحریف شده به وجود آورد و بعد از او در بین نصرانی ها اصول ذیل مانند اصل دینی گذاشت. به طور مثال مسئله عصمت، مسئله وصیت، مسئله الوهیت و ربوبیت، مسئله ادعای نبوت، مسئله رجعت و مسئله که گویا عیسی علیه السلام به خاطر گناه های عیسویا برداشته شده، اصلی که گویا عیسی علیه السلام به دار کشیده شده و به صلیب کشیده شده و قبض روح شدن به صلیب، اصلی که عیسی علیه السلام فرزند الله متعال است و عقیده تثلیث و امثال هم. به این شکل چون دین نصرانیت به دین پاولین تبدیل شد، یک دینی که یعنی امروز کدام کتابایی که ما شما به نام انجیل در دست نصرانی ها میبینیم بسیار ندرتا ما اصول آسمانی رو پیدا میکنیم. تمامش اصولی است که به این یهودا دست دادن و یهودا توسط پاول دین نصرانیت به یک دین تحریف شده مبدل کردن. عین شکل ابن سبا به این مکر کید داخل شد و خواست که در بین مسلمان ها عین یک مسئله را به وجود بیاره و از او جمله کارهایی که ابن سبا میخواست در بین مردم وجود بیاره و تعریفات به وجود بیاره، او تعریفات درباره عصمت بود. امامای دوازدگانه یا اثنا عشری روافض معصومن از کبایر و صغایر. قسمت دوم که وصیت باشه که گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم وصیت کرده باشه که بعد از ما حق امامت و خلافت فقط علی رضی الله عنه داشته باشه. و بعد مسائل خطرناکتر در باب عقیده که به سیدنا علی رضی الله عنه اینا درجه الوهیت و ربوبیت میدادن و به این عقیده بودن که نبی واقعی علی رضی الله عنه است. این مسائل در درس قبلی ما بیان کردیم. اکثر روافض به این عقیده هستند که وحی قرار بود که به علی رضی الله عنه بیه و نعوذ بالله من ذلك، یا اینا میگن که جبرائیل علیه السلام اشتباه کرده و وحی به رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده و بعد از او عقیده داشتن که علی
رضی الله عنه از جمله کسایی است که رزق به دنیا گسترانیده است. یعنی وجود علی رضی الله عنه وجودش دلیل بر رزق است. و بعضشان بسیار اقوال بیان میکنن. به طور مثال میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که به دنیا آمدن و در انگام کودکی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکردن، در وقت گریه علی 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 میگفتن، نعوذ بالله من ذلک. این اصولا را ابن سبا مانه که اصولا بین روافض دیده میشه. یعنی همشان در کتابای اینا، در نوشتایشان، در آثارشان، در کلشان میتونیم که ما شما این مسائل پیدا کنیم. یک مسئله ای بود که این تو یک حقیقت که بیان شد که مسئله عصمت است و وصیت است و الوهیت است و ربوبیت است و ادعای نبوت است و ادعای رجعت است و ای که علی رضی الله عنه دلیل گسترانیدن رزق در زمین است. این اصول من حیث اصل در بین مسلمان ها بیاره، قسمی که در بین یهودا آورده بود. مسئله دومش در این زمان میخواست که در این کوشش بود که در بین صفوف مسلمانان تفرقه اندازی کنه و علیه خلیفه مسلمین عثمان بن عفان رضی الله عنه قیام کنه. و دو اصلی بود که مکر کید جور کرده بود و میخواست که به می مسائل بپردازه و داخل شود و بالاخره این شخص داخل شد و به درسای بعدی طبیعتاً به درسای سیرت شما متوجه میشین که بعضی مسائل نتانست و بعضی مسائل توانست که به این کامیاب شود. ای که به این نیتی که آمده بود که دین تحریف کنه، این آرزوشان آرزو باقی ماند و با خود آرزو را به قبر بردن و روانه جهنم شد. یهودا و ابن سبا با تمام کسایی که از او پیروی میکردن، ولی در یک سلسله مسائل تانست که کامیاب شود. در چی تانست کامیاب شود؟ ولی که روافض به وجود آورد، عقیده رفض به وجود آورد. و دوم دیگه توانست که در بین صفوف مسلمانا تفرقه ایجاد کنه، ورشکستگی به ایجاد کنه و در نهایت در نتیجه گیری درس ما و شما بیان خواهیم کرد که دو فرقه را به وجود آورد، یک فرقه خوارج و دوم فرقه روافض. و اکثر امی روافض با استفاده از آرای مستشرقین میخواهند که از این اصل منکر شوند، گویا که ابن سبای یهود یا عبدالله ابن سبای یهود یک تخیل است. ما انشاءالله در درسای بعدی بالای مسئله کنجکاوی میکنیم و یک دلایل بیان میکنیم که ابن سبای یهود حقیقت است نه خیال. یعنی یک حقیقت به اثبات رسیده است که ابن سبای یهود عین فعالیت‌ها را انجام داده. یک سلسله اقوال علما را اجمالا بیان میکنیم در مورد از اینکه ابن سبای یهود کی بوده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجمع الفتاوا بیان میکنن که اولین کسی که رفض را به وجود آورد منافق به نام ابن سبا بود. وی میخواست که دین اسلام را تحریف نماید، مانند که پاول نصرانیت را تحریف کرده بود. انجیل هایی را که امروز توسط نصرانیان مطالعه میشن نسخه های تحریف شده پاول است. پاول یهودی بود که با منافقت در نصرانیت جعل کرد به نیت که آن را مفسد کند. ابن سبا همچنان عین نیت را داشت، ولی از تلاش‌هایش این بود که باطل را نشر سازد به هدف این که دین را مفسد سازد. به این کار قادر نشد، یعنی نتانست که دین اسلام تحریف کند. تحریف دین اسلام قادر نشد، چون الله متعال وحده حفظ اسلام کرده دینه و الله متعال میگه که نازل کننده قرآن مستم و حافظ قرآن مستم. پس به این مسئله ناکام شد و وعدای اعجاز قرآن ثابت شد. به هر حال بعضی نابسامانی ها و شکستگی ها در صفوف مسلمانان ایجاد شد. طور مثال تفرقه بین امت اسلامی آمد، سیدنا عثمان شهید شد، یعنی به شهادت، و بالاخره فتنه های مروج شد که نشأتش در خلافت سیدنا عثمان رضی الله عنه به وجود آمد. یعنی به این معنی که به دو دلیلی که آمد بود مثل پاول که دین تحریف کنه و تفرقه بیاندازه، در تحریف کردن دین ناکام شد چون الله متعال وعده حفظ دین کرده، ولی در یک سلسله مسائل توانست که کامیاب شود. و اون مسائلی که کامیاب شدی بود که به ایجاد تفرقه، ایجاد خوارج و روافض و مسئله به شهادت سیدنا عثمان رضی الله عنه تمام شد. یعنی امی کوشش ازی به این مسئله تمام شد. و رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجمع الفتاوا. امام طبری رحمه الله در تاریخ خود فرموده است که ابن سبا اسلام را در زمان خلافت عثمان پذیرفت و بعداً به سرزمین های مسلمین به سفر پرداخت و در صدد گمراهی ایشان بود. سفر وی از حجاز آغاز شد، به بصره، کوفه و بعد شام اختتام یافت. او نتوانست در شام مکرش را در میان مردم منتشر سازد، یعنی نتوانست مکر و حیله خود را که ایجاد تفرقه
و نشر و انتشار دین روافض و در این زمان نشر یک نسخه تحریف شده دین اسلام بود. در شام نتونست که به این مسئله کامیاب شود و در اینجا ما شما اشاره کرده میتونیم که فضایل شام بسیار زیاد است. یعنی فتنه نمیتونه در شام ظهور کنه و از شام همیشه توحید ظهور میکنه. در نهایت ولی از شام او رانده شد و بعدا وارد مصر شد و مردم مصر را مخاطب قرار داده و از جمله گفته های وی به مردم این بود. خیلی عجب است که مردم معتقدند که عیسی علیه السلام دوباره ظهور میکند ولی از ظهور دوباره محمد صلی الله علیه و سلم انکار میکنند. قسمی که الله متعال در سوره قصص آیه 85 چنین میفرماید. قبل از انتهای کلام امام طبری رحمه الله، قبل از اینکه پیش بریم یک سلسله نظریات و تشریحاتی که مربوط به همین مسئله میشه بیان میکنیم. نخستی که الله متعال فضایل شام توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم ما بیان کرده که شام از فضیلت‌های بسیار زیاد برخوردار است و دوم از شام همیشه توحید بلند میشه و فتنه در شام داخل شده نمیتونه و الحمدلله که امروز خلافت اسلامی هم از شام بلند شده و ظهور کرده و ان شاء الله که خلافت اسلامی از تمام فتنه ها و از تمام آفت ها در امان باقی میمونه و ان شاء الله که روافض را الله متعال به دست مجاهدین خلافت اسلامی به سرانجام اعمالشان رسانده و بعد از قتلشان و خار و ذلیل کردنشان در دنیا روانه جهنم خواهد کردن ان شاء الله. قسمت دومی است که یهودیا یکی از شاخصه های شناختشان نمی است که اینا دست به تحریف میزنن و به تحریف قسمی دست میزنن که کلمه را از اصل و از بنیادش تحریف میکنن. طور مثال ابن سبا مسئله را بیان میکنه که خیلی عجیب است که مردم به ظهور عیسی علیه السلام معتقدن ولی ظهور رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنن و باز دلیل میاره، دلیل تحریف شده آیت قرآن کریمه. در سوره قصص کلمه معاد است ذکر شده است. یعنی معاد به این معنی که تمام مفسرین اسلام به این نظر هستند به شمول ابن کثیر، طبری، قرطبی، همه مفسرین بیان میکنن که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از معاد از زادگاه کشیده شدی به مدینه و بالاخره پس به زادگاه میایی. کلمه معاد به این تحریف میکنه که یعنی باز تو رجعت میکنی و بالاخره باز ظهور مجدد میکنی که به این مسئله ایره بین مردم بیان کرد در مصر و چون از شام رانده شده بود. بعد از او ابن سبا میگفت که احتمال رجعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به عیسی بیشتر است. یعنی محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر مستحق احیای مجدد است نسبت به عیسی علیه السلام و بعضی از مردم ندای وی را پذیرفتند. البته در مصر مردم قولش قبول کردند و از آنجا وی به ایشان مفکوره رجعت را اساس کرد. یعنی بسیار به یک شیوه خاص در بین مردم داخل شد و دعوت کرد و قرآن تحریف کرد و از برداشتای منحصر به فرد خود مردم آگاه ساخت و آگاهی مردم نسبت به بیان ازی به این شد که یک مفکوره بین مردم ایجاد شد. اون مفکوره رجعت بود. رجعت به این معنی که تولد دوباره و مجدد، یعنی احیای مجدد. و بالاخره عین مسئله که قرار باشه که مسئله رجعت باشه بین مردم عام شد و بعد از عام شدن به سر زبان ها آمد. یعنی سر زبان ها به این معنی که اکثر مردم بالای این مسئله جر و بحث میکردن. بعد از اینکه سر این موضوع ابن سبا بسیار مطمئن شد که مسئله بین مردم عام شده و این گپ مردم قبول کردن، بعد آمده مسئله دیگر را بیان کرد و مسئله که دیگر بیان کرد اصل دیگری که روافض امروز قبول دارن و ابن سبا در مصر بیان کرده بودی بود که بیشتر از هزارها پیامبر گذشته است و هر کدام آنها یک جانشین داشت. محمد صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا است، بنابراین علی رضی الله عنه آخرین جانشین است. بعد از اون مسئله جانشین به وجود آورد. این وضاحت به این معنی که اول مسئله رو کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد دوباره میکنن و احیای مجدد میکنن، یعنی رجعت به وجود آورد. بعد از رجعت خواست که مسئله که تفرقه است به وجود بیاره و میخواسته که چیزی که امروز روافض اصل خود قرار دادن که شیخین رد میکنن، رفت شیخین میکنن و دلیل پیش میکنن که علی رضی الله عنه باید خلیفه میشد نسبت به اینکه که سیدنا عمر ابن خطاب و ابو بکر شدن. این مسئله را در بین داخل کرد و قبل از این گفت که مسئله جانشین را بین بر کرد، یعنی علی که است جانشین رسول الله صلی الله علیه و است. و بعد از او مسئله خود بیان کرده میرفت میگفت کی میتواند ظالمتر از این باشد که وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را تطبیق نکند و بالای وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بی‌اعتنایی کند و زمام امت را به دست گیرد
و در خلاصه گفت که عثمان رضی الله عنه زمام امور را بدون حق به دست گرفته است، زیرا علی رضی الله عنه جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این بیان میکرد که یعنی سیدنا عثمان رضی الله عنه ظالم است و وصیت رسول الله قبول نمیکنه، وصیت های رسول الله صلی الله علیه و تطبیق نمیکنه و آمده زمام امور بدون از اینکه حقش باشه به دست گرفته. یعنی سیدنا عثمان خلافت گرفته حقش نیست، حق از سیدنا علی رضی الله عنه است و سیدنا عثمان بالایش تهمت میکنن، تهمت را بیان میکنه که گویا ظالم باشه، نعوذ بالله من ذلک، و بعد از ظالم بودنش که وصیت رسول الله صلی الله علیه و قبول نمیکنه و قبول که نمیکنه یعنی تطبیق هم نمیکنه. و وصیت چی است؟ این که توسط تحریف ابن سبا سیدنا علی رضی الله عنه از کسایی است که باید جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. بنابراین مردم دعوت به قیام کرد و مردم بیان کرد که باید ما و شما قیام کنیم و از رهبرای خود دفاع کنیم و خیشتن را به امر بالمعروف و نهی از منکر آشکار سازیم. یعنی به این معنی که علیه سیدنا عثمان قیام کنیم و خود آشکار به امر بالمعروف و نهی از منکر کنیم و همه مردم به قیام دعوت میکرد و در قسمت دعوت خود یک نقش منافقت بازی میکرد. دو نقشه داشت. ظاهرتان میگه قسمی باشه که به کسایی که خودش بود اول دعوت خودش شروع کرد و بعد کسایی که از دعوت متاثر شد به همشون نامه نشته میکرد و بعد کسی که نامه نشته نمیشد به نزدش میرفت و از او خواهش میکرد که دو روی برای خود ایجاد کنه. روی اولتان این باشه که به مردم ظاهر کنی که ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم و در باطن شما اصولی که به وجود آورده اینی اصول بین مردم دعوت کنید، یعنی قیام علیه سیدنا عثمان رضی الله عنه و ایجاد تفرقه میان مسلمانان و در نهایت به وجود آوردن حقیقت روافض. و مسئله دعوت از به می شکل ادامه پیدا کرد که در ظاهر امر به معروف بود و نهی از منکر و در باطن فعالیت های منافقت خود انجام میدادن. باید باز گفته شود در این مسئله کمی وضاحت به این معنا که کلانترین دشمن در بین صفوف مسلمانان منافق است. به این دلیل منافق است که شناخته نمیشه، به ظاهر یک است و در باطن دیگه است و هر نوع فعالیتایی که می داشته باشه از ظاهر درست فهمیده نمیشه ولی در باطن فعالیتای خود انجام میده. بالاخره ابن سبا در سنه 40 هجری روانه جهنم شد و در طول عمرش در انتشار ساختن کلمه رفض و در ایجاد کلمه رفض و در ایجاد تفرقه از هیچ نوع سعی ابا نورزید. تمام سعی خود در این مسئله مشغول ساخت و برای نسل‌های آینده تخم فتنه را کشت کرد که از او جمله وجود روافض به شکل گسترده تا به امروز موجود است. یعنی در خلاصه ابن سبا خوارج و روافض را بنیادگذاری کرد. بنابراین دلیل علمایی که در مورد فرق امت کتاب می نویسند یا نوشتن در خصوص در مورد فرقه های ضاله ابن سبا را در تشکیل بنیاد خوارج و روافض ذکر کردند. خوارج ظهور نکرده است مگر به اساس مکر ابن سبا علیه سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه و بالاخره سیر فکری خوارج و روافض در قسمت تکفیر اصحاب و مسلمین و خلفا مشترک می شود و با هم تحت یک خیمه قرار می گیرند. خلاصه مطلبی است که خوارج و روافض در عین مفکوره هستند و مفکورشون در کجا مشترک می شود؟ در جایی که تکفیر عوام مسلمین، تکفیر اصحاب و در این زمان تکفیر خلفا. در اینجا در این مسئله روافض و خوارج با هم مشترک میشن و نشأت خوارج هم از مکر حیله ابن سبا بوده و در این زمان نشأت روافض هم از مکر حیله ابن سبا بوده. بعضی مسائلی که در اینجا درباره خوارج قبل رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی پیشگویی ها داشتن در مسائل بعدی یا در حقیقت خوارج بیان خواهیم کرد. پس خلاصه درس ما به این شد که ابن سبا کدام مکر و کیدهایی را که استفاده کرده بود بیان کردیم. از جمله مکر کیدهایی بود که میخواست که دین تحریف کنه و یک نسخه تحریف شده دین اسلام مثل که نصرانیت تحریف کرده بودن به وجود بیاره، بین مسلمانان تفرقه و صف شکنی را به وجود بیاره و در خلاصه میخواست که علیه امام وقت خلیفه مسلمین که سیدنا عثمان بن عفان باشه قیام کنه. در خلاصه قسمی شد که با تحریف دین قادر نشد چون الله متعال وعده حفظ دین کرده بود ولی در بعضی مسائل موفق شد و ما این ثابت کردیم که روافض بقایای نسل ابن سبای یهود است.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم.